شدگار تیرماهی را متخصصان سوحه از عامل‌های اساسی بلند برداشتن غذاناکی زمین بعداً با فرارسیدن فصل سرما و ماندن یخاب، نابودشوی حشرات ضرررسان و در مجموع مساعدت کننده به حاصلناکی بلند زراعتی کشت می‌شده محسوب می‌دانند. از این نقطه نظر هم فصل تیرماه گذراندن شدگار زمین امکان می‌دهد که تا فصل بهار قبط بالایی و پایانی خاک آمیزش یافته تخم علف‌های بیگانه، ضرررسان و برانگیزندگان، بیماری‌های زراعت به زیر خاک افتاده نابود گردند. از این نقطه نظر هم در خواجگاه جماعت‌های دیهات شهر اسفره عزم دارند که هرچی تیزتر این عامل مهم اگروتکنیکی را به انجام رسانند. الحال شدگار زمین در حدود همه جماعت‌های این منطقه اگروصنعتی با مرام ادامه دارد. عامل اساسی شدگار تیرماهی این اول بلند برداشتن خودی حاصلناکی خاک و دومین برای نیست کردن حشرات ضرررسان‌هایی که در زراعت کشاورزی هستند، آن را وقتی که چپگردان میشد خاک در تگ خاک میمونند و در زمستان خنک در اونجا نابود شدنشون ممکن است. یخاب این اصلا ذخیره آب در زمین و نیست نابود نمودن حشرات‌های زراعت کشاورزی است. اصلا شهر دیهات اسفره زمین‌های آب زیرزمینی نزدیک بودن یا که نمیشه بلند بودن، اصلا در جماعت‌های دیهات لاکون، جماعت‌های دیهات چیلگزی، ناوگلم بسیارتر هستند که اونجا زمین‌های آب‌های زیرزمینی اساساً از ماه ایول سر کرده علاقه بالا میشوند، علاقه تیرماه با نمی زیاد میشود. در اینجا یخاب کمتر میمونیم. در اون زمین‌های دیگر جماعت‌های دیهات زمرد، اینجا سرخ و خانه‌آباد البته ذخیره آب کردن در کاز یخاب موندن. طبق معلومات پیشنهاد گردیده سال جاری در حدود خواجگاه شهر اسفره شدگار 3370 گیتار زمین کشاورزی به نقشه گرفته شده تا به امروز 2620 گیتارش از شدگار برآورده شده است که نشان داد 75% دورنما را تشکیل می‌دهد. در میراث ولایت باشد شدگار بیش از 25000 گیتار زمین به نقشه کاری گرفته شده. این سمت کار در همه شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی آغاز و ادامه و روز از روز وسعت می‌گیرد.